ما برگشتیم، یعنی من برگشتم. بچه ما سالا نداشتیم. آره غیبت کبرا یه غیبت نه دیگه صغرا دیگه ماشی کبرا میشه طولانیه. یه غیبت صغرا ریزی داشتیم ولی خب برگشتیم با چه ویدیویی؟ نقاشی با چشمان بسته. بچه‌ها بذارید من براتون توضیح بدم. ساله چششو باز کنید ببینید گل بکش. خب آقا من نقاشی خوب نیست. نقاشی افتضاحه. اینجوری البته همه این چیزایی که دارم میگم من علیرضا تو حتی خطت هم خوب نیست. آره من نه تنها نقاشی بده خطم هم. دیسترک. اما به هر حال شما که میدونید برنده این بازی قراره کی باشه ولی حالا عیبی نداره وقتتون رو بدید ویدیو رو ببینید. منم دیگه بعد نگاه میکنم منم دیگه. ویدیو رو ببینید لایک کنید. مرسی از ویدیوهای قبلیمون خیلی حمایت کردید. چنل ساب کنید بریم برای ویدیو. آها سازکار بازی آقا محمد توی ذهنش حالا جسم یا شکلی رو نظر میگیره به اون کسی که قراره اجرا کنه در گوشش میگه و ما قراره حدس اگر ما درست حدس بزنیم ساله امتیاز میگیره و آقا اگر سعی کنید امتیاز ندید آره حق آره امتیاز بدید به منطقه خودم بریم برای ویدیو. وقتی که داره میگه دست بزنید شما. تو خب دقت کنید خفه شو بکش آقا دقت ها. بله ببین من برای اینکه شما ماشینه؟ نه من نمیبینم چی میکشه چون دستش یه حیوانیه 100%. آره یه حیوان. خره؟ نه پارکو هرچه شیر؟ من که میتونم چیزی بگم؟ نه دیگه ما باید تایید نه کنیم دیگه تو هینت نده. اگه درست بگه یعنی اگر درست بگیم که دیگه تمام. آره دیگه ساده خودش این خط گم کردش. داش موشو داری یه جا دیگه میکشی یادمون ببره. اوکیه. چطور نمیتونید بگید خیلی آسونه. داداش هیچی معلوم نمیشه. آخه دستش هم جلوه. ببین سعی کن وصل کن. گربه است. آفرین باری چاله. گوشاشو داره قشنگ. به برم واسه تشکر کن ازم. نوکرتم. کرج. خوب بود خدایی. خدایی بد نبود. بد نبود. چند میدی بهش به نقاشی؟ ببین این وریه این گوشاش معلومه گربه است ولی این وریه شبیه مثلا کله اینجا گم لئوناردو کرد حاجی اینجا گم کرد بچا اینجا رو نگاه کن اینجا دو تا گربه کشیده. نه خدایی 5 میدم با اینکه نقاشیش از 10 چش بسته از 10 10 7.5 میدم. باز من نقاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی سخته؟ تو خوبه که مطمئنی که من بذار چی نشینم. نگم. بذار رضا نمیشنوه. سرش کو. سرش کو. بس اینم حیوانه اینم حیوانه خب اینم 4 پا اینم آره اینم 4 پا یه دونه دیگه بشه حاجی خیلی خوب کشیده. What the fuck. آها ایکیه باریکلا. هر کافیرز ایکی شبیه MP5 بده. من رو حیوان بودم. خیلی خوب کشید. حاجی این از اینجاش فهمیدم از این آره دقیقاً حرام نیست من اصلا رو حیوان بودم. نه خیلی خوب کشید. ایرزا 4 پاه. بعد خیلی سعی کردم نوک اینو چیز کنم به من اول فکر کردم حیوانه ولی بیارم میگم من حس لمسم خیلی خوبه جدی برو اوکی من چیز سخت نگفتم بهش ولی تیزیه وایس سوسکه نمیدونم چقدر نزدیکش نفهمیدید بعد نکشید حشره است نه بعد نکشید وایس به نظر من آره داشت آفتابه است باریکلا با هم آره آفتابه است باریکلا چجوری از این آفتابه در آوردی این آره سرش بابا بعد نشد خدایی خوب شد این یه خورده بعد شد ولی اینو دستمو برداشتم از روش دست گمش کردم با تمیز از اون تیکه‌ای که همیشه وقتی آره این خدایی اینش خوب شد فیلی که لباس خواب آبی میپوشه میدونی چی میگن؟ نه میگن شب بخیر حالا به فیلی که لباس خواب نه صورتی میپوشه چی میگن؟ نمیدونم شب بخیر میگن آبیه بیشتر بدیم یا علیا چی بود؟ نمیبینی این دید؟ نه به خدا خب بود الان شد من اصلا خودم چشام میبندم آره چشاتون رو ببندی لطفی من مشخص از همه نقاشی ها مشخص آره. نیست بریم بچه ها این عکس سالو میزنم پروفایلم هرچی هست یه چیز گنده است فیل باریکلا خورتوم خورتوم بگیر
باریکشان کرتم حاجی داشته چیزه کشیده الو بیا اینجا رو بگی داداش خوب کشیده اینو ادامه بدی خورتونشو مثلا تا اینجا اینو شما کش بسته نوکرم بهتر میکشید تا این کشید. آره بخورم واقعا اینو من میتونم بگم که یه چیز فکته. بچه‌ها فکر کنم چشاشونو میبندن تصوراتشون خیلی قویه و این نگران کننده. آساله زندگی رواله همه چی خوبه خدا رو شکر. دلار 116 تومانی رو زندگی تاثیر گذاشت. یورو 136 مفت واقعا تورم 1000 مسخره بازی. متاسفانه اینم آسونه ولی بعدش باید خیلی سخته. واسه میخوام اندازه برام چی گفتی به زمین فوتبال؟ همین یه چیز بزرگ میخواد بشه. زمین فوتبال خوب بود بعدی میگیم زمین تانک. آره مشخص خدایی خیلی منم اومدم بگم حرام. حالا با چشم باز تانک بکش. نه خوب میکشه نمیتونی. وایسا باشش باز تانک بکش. ببین اینو به جایی که اینوری بیاد من این قرار درسه به این خب ببین چقدر هوشمندانه کشیده. ببین این شکلی میاد یکم کج رفت میدونم فهمیدم خدا هم کج رفت. فکر نکنم اینو بتونید بگید. خیلی صافه خب ماشینه قایقه تو گفتی وایسا خیر یا اول فصل. خب ماشینه این چرخ داره خب ماشین رو من گفتم نه یه ماشینی نوعش هم یه ممکنه میتونی هینت بدی سخت شده ماشینه یه نوع ماشینی وایس آرمشو بکش چی کلاسی نه 3 تا شد 10 تا حد داشتیم اون چیه آرمشه آره ترکو نمیدونم چه کشیدمش. یه بار دوباره آرمش نیست یه بار دیگه چی لامبورگینیه حیوان اون کجا شبیه سه تا خطی که کشید شبیه لامبورگینیه. وایسا. سایپاه وایس 3 تا گفتی تا اینجا فکر کنم آقا. بچه حالا نمیتونم کنم یه چیز درخته من حاجی واقعا اطلاعات ماشینام پژوه گوهه بابا به قرآن خب منم اطلاعات ماشین زیاد ندارم. یه مدل ماشین الان اون دو تا آره یه ماشینه رید تو ذهن بچه‌ها. یه سوال وایسا اینو ببینید فلشه آره فلشه ولی خیلی احمقی. چیز رو نمیدونم اگر منظورت از این اسب فراریه واقعا احمقی یعنی داداش تانده 3 تا هینت مختلف کشیدم. حالا بعدش جادو تو داداش نشون بده. جادوی یه نقاشی. چی بکشم نسبت بهش. داوینچی یه بار دیگه کشیدم. پورتره حتی ببینید خب بعد وایسا اینم بکشم. تسلاه آفرین میخواستم بگم تسلاه تسلا؟ آره مدلش رو بگید بچه. سایبر تراک حالا کی زودتر گفت؟ امتیازش که به این میرسه امتیازش به این احمق میرسه. داداش من چیکار کنم؟ این ماشین چیه؟ گنده این برقی بودنشه. یه مستقیم خیلی هیتت خیلی خفن آره بود یه چیزی بعد می‌ذاریم کشیدم نسبت این به الان برقی این بودن. الان آرم تسلا آرم تسلا ببینید من حالا تیه نقاشی داداش، خوب تیه. نیست. نه تیه 2 تا تیه اینجوریه. خب آره ولی خب. این چی بعد من نمیتونستم با حجم بکشمشون گمش کردم. مجبور بودم نمیتونستم با حجم. سایه داره فکر میکنه چیکار کنه بتون نقاشی کنه اینی که محمد گفته. محمد چیکارش کرد؟ سخته یکم یه نمونه یه ذره یکم دقت یه حیوانه نباید تایید کنی تایید نکن. خرگوش آخه گوشاش خیلی نزدیک بود. الان حیوانه جدی آره یه بکش. عقربه نمیبینم تو نمیبینی ولی ما داریم نسبت به این منطقی بود عقرب واقعا. خب آقا ساله داره آدم میکشه. آدمه یعنی شاید آخه یه شخصیته پس حدس نزن حرکت نزن. حدس ندادم دارم سوال تو چجوری فلش کشیدی وقتی نمیبینی؟ به خدا نمیبینم حرام فلش دقیقاً روی نقاشی که کشیدم. ایمیجینیشن آره بابا دستش گذاشته روشه بله دبلیو هم فرا دبلیو. ببین الان اماد یه دونه یه حدس داده اماد 3 تا داره من 4 تا. این الان جزش رفتیم تو اول گفت حیوانه بعد الان حیوانه الان این آخریه حیوانه. برو اگر حیوانه داری درست میکشی. از آدم رفت حیوان. تارزان نه دومش بلنده. بعد نفری 2 تا دیگه داریم الان نفری 2 تا دیگه. آها کوهان داری شطور؟ تو یه دونه یه دونه دیگه کوهان داره یعنی نه با دقت استفاده کن.
کفتار تموم شد داداش تو گسات تموم آقا کفتار خورد یه لحظه وایسا پنجه داره خب اوکی نه آره از اول ده اینجا بذار بچرخونم نه یه دقیقه همین برعکس رو بفرست من یه دونه دیگه دارم اما البته به ساله داریم کمک می‌کنیدش در قضیه آره خورشید کشید حاجی این دفعه ببین داری سعی می‌کنی گوش بکشی یه حیوان گوش بزرگیه من اینو فهمیدم پشماشه آخه گوش چهار پای گوش بزرگ گوش پشته گوش آه یه دقیقه اینو بله بفهم سال تلاششو بکن آقا استرس ندیم بهش خنجره پاه نه. این پا باید بشه نه صبر کن دارم یه حیوان حدس بزن اصلا نه دارم دشنس آیتم های نزدیک خود محمدم داره حدس میزنه حتی محمدم نمیده خودشو بکش بعد نرفته تا اینجا بچه‌ها خودشو بزن یه حیوانه چهار پای دمداره با شیر خب تو دیگه داداش دیگه کلا آره. تمام آخه داره موی بلند براش میکشه واسه همین این چهار تا پاه میتونم کمکشون کنم نه دیگه الان نباید کمک کنی خیلی به نفع من میتونم کمک نه آقا نه بده. چیزایی که کشیدو میگم بهتون بچه یک انسان کشید بعد یه تلاش به انسان کشیدن کرد بعد یه حیوان کشید پس چی یه شما یه چیزی بین انسان و حیوانه این شبیه چیه بچه ها ببین فهمیدم چیه ولی حدسمو بزنم بین دو تا چیز نه اصلا مونه نداره میمون آفرین میمون یعنی هم موزه این موزه بود آری کلا خیلی تلاش به موزه موزه نکشید آره داشتم سعی میکردم چی کشیدن چطوری میمون عزیزم گرگ کشیدن همین دارم میگم یه خدایی یه می‌دونستم. بحثیه. اماد واقعا خودش من واقعا فیر پلی و بود یعنی ببین چقدر گرد میشه خیلی گرد شد داداش خیلی گرد شد اصلا فوق العاده است آمبولانس زنگ بزنید پلیسه ماشین پلیس منفی یک منفی یک داداش اصلا به حرفای من دقت نکن به نظرم خیلی گرد میکشه حلزونه دو تا آره منفی دوتا ببین یه چیزیه که بالاش یه چیزی هست جنگله چتره هر دقیقه داری یه چیز جدید میشه آره این که یه آدم آره. خب حدونه من خیلی دور شدید احساس کنم بذار دوباره بدیم برو ادامه بده نه تفت ما اینجایی برای آدمه که یه چیزی هم روش بود صبر کنه چیه این وسط لباس من نه یه ذره چپ. الان ما دیگه نمیتونیم بهت کمک چپ‌تر. کنیم آره چیزه آتش‌نشان نه مارک یک لباسیه آره یه دقیقه وایسا مارک یک لباسیه یه دقیقه وایسا میتونم بگم که داری درست میگی وایسا. تقریبا مارک لباس یه آه صبر کن خیلی چیز دادید خیلی اسپسیفیک گس دادید کنم بهتون یه کمک بکن آره ایدی یه لوگویه لوگو الان این چیه اینی که آها رئال مادرید کشیدی رونالدو چی خب وایس الان دو تا هست الان هم چیشو بگم الان وایس الان دو تا هست داریم فوتباله رئال ببین مادرید که نیست وایسا الان محمد داره میگه لوگوه خب لوگو رئال نه خب بکش داداش پشت نده ما دیوونه من بهش میگم لوگوه بعد میگه رئاله لوگوی رئال مادرید دیگه خب دیگه خب بگو دیگه میگم لگو لوگوی رئال مادرید دیگه یه لحظه خیلی کشیدن سخت بود تاج بکشی الان تاجه کو این گرده همین داشتی من خیلی احساس کنم جیت کشیدم اما از این داشت کلا گرداش هم اینجوری بود میومد میرفت بالا بعد نمیگه اما شما تو کامنت ها بنویسید در حذف نقاشی ها بچه‌ها تو کامنت ها بنویسید در حذف نقاشی ها کیه همه بهتر نقاشی کشید برنده اون باشه کامنت ها بنویسید بچه‌ها که قطعا میگم من مرسی آره مرسی که حمایت میکنید من این موشک فرستادم میخوام مثل کومان کامنت ها رو بذارم روی این موشک کامنت ها رو مرسی آره بای